این ویدیو کامل ترین ویدیویی هستش که راجع به معین فرجی شما توی اینترنت میتونی پیدا بکنی. قرار ایشون رو نقد و بررسی کنیم، بگیم آقا دنبال کردن ایشون آیا ارزش داره یا خیر. یه چنل آرشیوی دارم که اینجا دارید میبینید. این آگوست 2023 هست که ایجاد شده و محتواها مربوط به اون موقع تقریبا 2.5 سال 3 سال پیش. اما دلیلی نمیشه که بگیم قدیمیه یا نه، چون محتواها همونه، ماهیت همونه، ایشون با همون شکل سابق داره ادامه میده، هیچ فرقی نکرده جز یه سری فرقای خیلی کوچیک. ماهیت فعالیت ایشون و اعتقادی ایشون همونه. پس این خورده رو نگیرید که مواردی که داریم بررسی می‌کنیم مال قبل. چون لیست فالوینگاشو داریم می‌بینیم. خانم نبات، نبات هم از اون شیرینا، تیوبرز، آکادمی تیوبرز، یه بنده خدایی هم بود که ایشونو بررسی کرده بود که لوهایی که میگیره تقلبیه. ما نمیگیم، اون بنده خدا میگفت که تو ویدیو نقد و بررسی این شخص کامل میپردازم بهش. اما گفتم که در جریان باشین. به هر حال وقتی ما میخوایم کسی رو بررسی کنیم، از کسانی که فالو میکنه تا محتوایی که میذاره تا حتی زندگی شخصیش میتونه مهم باشه. چون شما قرار اون آدم رو دنبال کنی، پس اعتقاداتش رو خواه یا نخواه دنبال میکنی، محتواش رو دنبال میکنی و اون آدم رو میکنی الگو. میگم خیلی وقتا این شاید ناخودآگاه و ناخواسته باشه ولی این کار رو میکنی. پس مهمه که این آدم کیا رو فالو کرده. دکتر کاویانی، اصلا من نمیدونم ایشون دکتر هست یا نه، انقدرم تبلیغات میذاره. یادم یه بنده خدایی میگفت من از ایشون دوره گرفتم فقط صحبت انگیزشی کرده، کلی پول قرض کردم، بدنام شدم، بی‌اعتبار شدم، به هوای اینکه آموزش ادیت یاد بگیرم ایشون فقط حرف انگیزشی زده و هیچ کمکی به من نکرده. اینا رو من کامل تو ویدیوهای جدا نقد و بررسی میکنم. فقط الان دارم لیست فالوینگاشو نشون میدم باش یا آشنا بشید. ایشون هم که دیگه نیاز به توضیح نداره دیگه، مشخصه فعالیتش چیه. ایشون هم مسئول تبلیغاته که حرف زیاد داریم. این خانم هم که حرف خیلی زیاده به موقعش. ایشون هم همینطور. ایشون هم که بله مثلا انقدر حوزه عوض کرد که آقای فرحی که من ازشون مشاورم گرفتم و بسیار ناراضی بودم. میپردازیم. آقای افشاگر، این آقا هم که فعلا چیزی نمیگم تا برسیم به محتواهای دیگه. ایشون این همون ویدئویی هستش که میگفت من راضیم و به من دایرکت داده بود که میذارم جلوتر. این خانومی که مشاهده میکنید پیجشو الان میخوام بهتون نشون بدم، ادعا میکرد که من راضیم ولی من نمیدونم تو دایرکت من چه کار میکرد اون موقع که کار خودشو تبلیغ کنه. نمیدونم چه جوری رضایت داشت از خودش و دوره ایشون که تو دایرکت من بود. تنها پست ایشون که بیشتر از همه لایک گرفته پست قرعه کشیه. پستای دیگه 100 تا لایک، اصلا کامنت ها اصلا اکثرا هم مگه داریم مگه هست آخه کجای دنیا دیدی که سایه عددی فقط 1700 تومان اونم تازه با کلی تبلیغات ها باشه. و این دایرکت ایشون که من لایک کنم کامنت بذارم. یعنی این اومد پیام داد که آقا میشه ریلزامو تا آخر ببینی، کامنت بذاری، لایک کنی، سیو شیر تا پیجم دیده بشه، بدون اینکه اصلا هیچی، نه سلامی نه علیکی، هیچ چیز زارت. چون گفتم آقا چی مشاوره من تو زمینه کسب و کار شما بیشتر به کارتون بیاد و نتیجهش پایدارتر و ماندگارتر باشه تا اینکه فقط صرفا یه کامنت میخوام بذارم. شما خودتون قضاوت کنید ببینید من حرفی که زدم منطقیه یا نه. ایشون میخواد من 4 تا لایک و کامنت بذارم. گفتم مشاوره من بیشتر کمک میکنه، نه من امثال منم نه. چی دارم میگم حاجی؟ در کل یعنی من 4 تا لایک بکنم برای این آدم یه بار به درد نمیخوره، ولی اگر یه چیز درست حسابی بهش یاد بدم خیلی بیشتر کمکش میکنه. من لایک کنم کامنت کار شما. یه استوری های فرجی گذاشته، اینو با هم بررسی می‌کنیم. نیزه رو بررسی می‌کنم. بچه‌ها موضوع رو من بهتون بگم. از این به بعد به خاطر اپلیکیشن جدیدی که اینستاگرام ساخته، سیستم پروسسینگ اینستاگرام، پردازش اینستاگرام رو متن‌ها بیشتر زوم می‌کنه. یعنی تا می‌تونید رو کپشن نویسی دقت کنید، تو کپشن از کلمات کلیدی مربوط به کارتون زیاد استفاده کنید که نتیجه خوبی براتون داشته باشه، اکسپلور بیشتر بگیرید. کپشن. این زمانی هستش که تازه تریدز اومده بود و برای همین ایشون میگه که رو متن تمرکز میکنه و تریدز هم به قولی میگفتن اومده که با ایکس یا همون توییتر سابق رقابت بکنه که هیچ نقطه مشترکی تو بحث رقابت ندارن. ولی خب حالا ایشون از یک کلمه استفاده میکنه به نام جدیدی که اینستاگرام ساخته، به نام پروسسینگ سیستم، یعنی سیستم پردازش. پروسسینگ اینستاگرام، پردازش اینستاگرام رو متن‌ها بیشتر زوم می‌کنه. یعنی تا می‌تونید رو کپشن نویسی دقت کنید، تو کپشن از کلمات کلیدی مربوط به کارتون زیاد استفاده کنید که نتیجه خوبی براتون داشته باشه، اکسپلور بیشتر بگیرید. کپشن. یعنی تمرکز بکنید رو کپشن. ایشون خیلی جالبه، هر دوره‌ای
روی یه چیزی گیر میداد. مثلا یه دوره میومد میگفت هشتگ، بچه‌ها هشتگ خیلی مهمه، به قرآن اگه بدونید هشتگ واو. یه دوره دیگه کپشن، یه دوره دیگه نمیدونم کاور، یه دوره، یعنی هر دوره روی چیزی سوار میشدشون. حالا هم که یه چیزی دارن میگم به نام پروسسینگ سیستم، بیان ببینیم اول اصلا بیایم از چت جی پی تی بپرسیم که آقا اصلا ما سیستم پردازش تو اینستاگرام داریم، چیزی تحت عنوان پروسسینگ سیستم هست آیا یا خیر. خود بنده خدا کرک و پر شیخ آقا پروسسینگ سیستم چیه؟ کجا شنیدی؟ آقا یکی گفته، مدرسی گفته. واقعیت اینه که چیزی به نام پروسسینگ سیستم در به عنوان بخش رسمی اینستاگرام وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه تو بخش غیر رسمی باشه. غیر رسمی میشه چی؟ چیزی که شما توی مقالات توی گوگل تحت عنوان مقاله صرفا از یک آژانس مثلا تبلیغاتی یا دیجیتال مارکتینگ یا اینفلوئنسر میتونی ببینی. یعنی مال خود اینستاگرام و رسمی نیست. آقای فرجی و دوستان هوادار ایشون. اوکی. توضیح داده که همچین چیزی نیست. حالا ما میریم توی قسمت هلپ سنتر اینستا. برای دوستانی که به چت جی پی تی هم اعتماد ندارن، اینجا سرچ میکنیم پروسسینگ سیستم. هیچی برای ما نمیاره. سیستمش هم حذف میکنیم. ببین چیزی به نام اصلا پردازش میاره، پروسس. هیچ جای دوستان، یعنی راجع به کپی رایت و راجع به تقریبا همه چی شما اینجا پیدا میکنید جز چیزی به نام پروسسینگ سیستم. البته ما بدبین نیستیم، شاید اینستاگرام اشتباه، یعنی مثلا شاید آیه فرجی چیزایی از خود اینستاگرام بیشتر میدونه. اونا خودشون برنامه‌نویسی کردن دیگه. احتمالاً با آیه فرجی اینا مشورت میکنن، یه سری قابلیت مخفی اضافه میکنن که ایشون بعداً اضافه میکنه. شاید اینجوری باشه، ما نمیدونیم. نظری که دوستان راجع بهشون که یا من دورهشو نگرفتم ولی استوریشو میبینم اصلا نصف نیم از ته نداره. ایشون خیلی علاقه به کنجکاو کردن مخاطب داره. یه چیزی شنیده تو تکنیک‌های فروش بیخیال نمیشه و درست هم استفاده نمیکنه. حالا به نظر من، البته من شاید چرت و پرت بگم. مای فرجی عزیز، منو یزدان دهم. کاری هم ندارم که ایشون حسین و یزدان و کسایی معرفی کردن که به اونها هم مفصل ادامه میپردازیم. این یه ویدئویی هست از بنده خدایی که من اینجا اسکرین گرفتم که این پیج اومده یه استوری گذاشته. پیج در واقع امین فردینه، بیهایند تی وی پرژن، و اومده گفته سوالی دارید بپرسید و ایشون خیلی ریز اومده تبلیغ کرده معین فرجی رو، ولی خب ظاهرش اینه که نه، اومده مثلا افشاگری کنه. یارو زده الناز شاکردوست گفته شعبش به این میخوره، لیلا بلوکارت شعبش به این میخوره. اصلا چه ربطی داره؟ نصف سلبریتی های ایران زیر دست اینه. بماند که اصلا شما مگه تعداد گرفتی سلبریتی های ایرانو آیا فردین؟ مورد دوم این که چجوریه شما اصلا نصف سلبریتی های ایران بر فرض که دست ایشون باشه، آیا این به این معناست که من مخاطبی که یه پیج کوچیک متوسط یا بزرگی دارم بهشون اعتماد کنم و برم دورهایشون رو بخرم؟ منطقتون کجاست؟ یه اسکرین من اینجا گرفتم راجع به ساجست دادن پست ها. میگه ما پستایی رو به شما ساجست میدیم که بسته به چند تا چیزه که در واقع بسته به فعالیت های شماست داخل اینستاگرام، که این اکتیویتی و فعالیت ها رو توضیح میده که اصلا چیا هست که الان بهش میپردازیم. اینو میخوام در جواب اون دوستانی بگم که هر دقیقه یه چیزی میگن نه اینستاگرام این کارو کنی بیشتر پیشنهادت میده، اون کارو کنی بیشتر دیده میشی. تو قسمت هلپ سنتر اینجا من یه چیزی بهتون نشون بدم. خیلی از پیج‌ها اومدن راجع به این موضوع صحبت کردن، اهم از اینفلوئنسر و شرکت تبلیغاتی. میبینین اینا همشون یا اینفلوئنسرن یا شرکت تبلیغاتی هستن.
شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ که اومدن راجع به اینو صحبت کردن. ولی ما می‌خوایم، یعنی واسطن، ما می‌خوایم بریم سراغ خود صاحبش کیه؟ اینستاگرام. بریم ببینیم اون چی میگه راجع به دیده شدن. How posts are chosen for Explorer on Instagram. یعنی چجوری پست‌ها تو اکسپلور اینستاگرام میرن؟ اکانت هایی که شما فالو میکنی، پست‌ها و ویدیوهایی که لایک کردی، کانکشن تو اینستاگرام. خیلی کلی توضیح داده. حالا میگه کیا میتونن پست‌های منو تو اینستاگرام اکسپلور ببینن؟ اگه اکانتت پرایوت باشه که هیچی، اونا که تو اکسپلورن که خب میگه میبینن. میگه پستایی که شما تو اینستاگرام میبینی بر حسب این که تو اینستاگرام چه اکانت هایی فالو کردی، چه عکس و ویدیوهایی رو دیدی و چه کانکشن رو تو اینستاگرام ایجاد کردی. این پستایی که شما میبینید. شما دارید یک شخصی رو میبینید به نام آقای فرجی یا امثال فرجی، هر کسی. خب من نمیدونم افراد دیگه رو میشناسید یا نه. من مدرسات دیگه رو اینجا که قبولشون داشتم حداقل تا این لحظه نشون میدم. شما خودتون قضاوت کنید نوع ادبیات صحبت کردنشون و منابعی که استفاده میکنن، کارنامه‌شون. کلاه خودتون رو قاضی کنید ببینید واقعا دنبال کردن این آدم به شما چیزی آیا اضافه میکنه و چقدر اضافه میکنه. بهای اون اضافه کردن چقدر؟ این سوالا رو از خودتون بپرسید. این ویدیو هست از محمد رضا شعبان علی که از پادکستشون من برداشتم. خاطی هوشمندانه ما اگر داشته باشیم اصلا خود کار اخلاقی انجام میدیم. یعنی به آدما به جای اینکه بگیم اخلاق گرا خودخواه باش، ولی شعور خودخواهی داشته باش. یعنی خودخواهی در این مایه در افق بزرگتر اخلاق گرا باش، خودخواه باش، ولی شعور خودخواهی رو داشته باش. چجوری؟ خودخواه باش، برای 10 سال خودخواه باش، نه برای 10 روز خودخواه باش، و برای خودت و 100 نفر دور خودخواه باش، نه برای خود یه نفر. اگه اون 100 نفر برای 100 نفر دورشون خودخواه باشن، آروم آروم همه بعدش بهتر میشه. من این نکته خاص داره با مسئولانی که میخوام بگم. من میگم یه استراتژی اینه که ما یاد بگیریم هاب باشیم. ما خیلی هاب توی کشورمون رایج نیست. یعنی یه آدمی بگه من هنرم اینه که تون آدما رو به هم وصل میکنم. من هنرم اینه که منابع مهم و زودتر به دست آدما میرسونم و دوباره دنبال منابع بعدی میگردم که اینا معرفی کنم. من نمیخوام خودم از خودم چیز داشته باشم. من نمیخوام خودم مدعی باشم که این منم که فلانم. نه، مثلا من خیلی وقتا تو وبلاگ نویسی همین طوریه. میگم من کتاب میخونم سریع باید بگم بدون کتاب وجود داره. میشه کتاب رو 2 سال پرزنت نکرد، هی هر دفعه از الهامات غیبی که بهش توضیح که من امروز یه نکته جدید بزنم رسید خواستم مثلا این کرامات خودم به شما بگم اینا. یه دیگه تو بیزینس این کارو بکنن، میگن که من با این بیزینس کار کردم، اینا رو میشناسم، میخوام به شما معرفی بکنم. هاب بودن خودش خیلی میتونه ارزش ایجاد کنه، هم اقتصادی، هم فرهنگی. همین که خیلی میتونه اینگیجمنت رو بالا ببره. دل طالبی رو قبل از اینکه به خاطر تخصصش که داره، ولی قبل از اینکه به خاطر تخصصش پیگیری کنم، قبل از اینکه به خاطر تجربیاتش پیگیری کنم که داره خیلی زیادم داره، من به عنوان هاب پیگیری میکنم. میگم عادل طالبیه که سریعتر آدمو به روز میکنه، نشون میده که تو این فضای استارتاپی کشور چه اتفاقی میفته، توی کسب و کار آنلاین چه اتفاقی. یعنی ایشون داره میگه آقا تعاملا میخوای ایجاد بکنی، اگر میخوای ویو هم بگیری، بیا انقدر ارزش به آدم بده، بیا انقدر ارزش آفرینی بکن که طرف از ارزش آفرینی زیاد و مفید تو اتفاقا بیا دنبال کنه تو رو. نه از سر اینکه صرفا نمیدونم تبلیغات من الان صحبت ایشون و فعالیت‌های سایت متممو میخوام مقایسه کنم با کاری که آقای فرجی میکنه، تبلیغاتی که ایشون میره. مثلا یه نمونه از تبلیغات آقای فرجی رو ما الان میخوایم ببینیم. اگه تو آیفون 13 پرو مکس، اپل واچ 7 و ایرپاد سری 3. ببینید برنده این مسابقهمون کیه؟ 3152 بالاخره پیدا شد. سلام، شما برنده پک آیفون ما شدی. خیلی ممنون از یکی با آیفون جایزه دادن مخاطب میگیره، یکی هم اونجوری. اینی که شما میرید دنبال کدومش به من و امثال من هیچ ارتباطی نداره. ولی من وظیفه‌ام دونستم، وظیفه شخصی ما. وگرنه من وظایفم اول در قبال خودم، بعد در قبال پدر مادرم و رفیقام و دوستای نزدیکم. وگرنه هیچ وظیفه‌ای ندارم من بیام تو این کانال واسه خودم اعصاب خوردی و تهدید و بدبختی بخرم، 1000 تا دشمن تراشی بکنم برای خودم که من دنبال این نیستم با هیچ کسی دشمن بشم. خب دنبال اینم صرفا شفاف سازی کنم، دنبال افشاگری کار زرد نیستم. من قراره اینجا به شما گرا بدم، قراره بگم آقا اینم هست، اینم هست، این کفه ترازو، این کفه ترازو، تو کدوم انتخاب بکنی؟ یکی دوست داره بره دنبال محتوای زرد، یکی دوست داره بره دنبال محتوای جدی. من دوتاشو دارم به شما نشون میدم، دوتا ساید آدما رو دارم به شما نشون میدم. شاید اون آدم بیاد صرفا چیزایی رو نشون بده از خودش که نیست، چیزایی رو بیاد به شما نشون بده که شما اغواشی، اصطلاحا فریب بخورید. ولی من میام زوایای دیگه اون آدم و آدم‌های دیگه رو نشون میدم که شما راحت‌تر بتونید تصمیم بگیرید. این نه توهین به کسی، نه توهین به خود شخص، نه به فالووراش، نه هیچی.
فقط صرفا یه مقایسه ای که شما تا قبل از این ویدیو این کارو نمی‌کردی یا کمتر می‌کردی. همین. هر ماه یه ست اپل کادو میدن به فالووراشون، فقط کافیه فالوورشون باشه. بله. یا آقای هادی چوپان، من نمیفهمم مثلا آقای هادی چوپان چرا باید مثلا ایشونو تبلیغ کنه؟ آقای هادی چوپان که کوروش کمپانی هم تبلیغ کرده بود. من اینجا با سند باهاتون حرف میزنم، یعنی هر حرفی رو که میزنم همونجا سندشو نشون میدم بهتون که نگه در خودش داره در میاره. تاریخ باید تو حافظه تمام ما بمونه. حالا عذرخواهی کرده ظاهرا آقای هادی چوپان. من موقع استوری هم گذاشتم، تگشون هم کردن، ایشون هم دیدن. شما نکن این کارو. چرا این کارو کردی؟ ویدیوهاشو که الان نشونتون میدم. استوریشون ظاهرا راجع به ایشون توی اینستا نیست. حالا من استوریشو دارم، نشونتونم دادم دیگه که آقای فرجی رو تبلیغ کرده بود. کوروش کمپانی هم باید باشه، ظاهرا نیست. من یه توضیح بدم بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو آی چوپان رو بذارم، در اینکه ایشون عزیزه، در اینکه ایشون افتخار آفرینی کرده برای ایران و این افتخار آفرینی فوق‌العاده مهم و ارزشمنده، هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره و کسی که اینو ببره زیر سوال یا نادان یا شیاد، که در هر دو حالت محکوم کارش و فوق‌العاده کار ناپسند و زشتی انجام میده. اما این نقدی که من دارم انجام میدم اینو جدا در نظر بگیرید، این هیچ ربطی به چیز دیگه نداره. با تشکر. و من اون تبلیغاتی رو که کردم برای جیبم نبود. من شغلی که درونشم هزینه‌اش روزانه 1000 برابر تبلیغات کوروش کمپانی میشد باشه. یکم فکر بکنید، با پول یک تبلیغات ساده کسی قهرمان نمیشه. اگر کسی از روی تبلیغات من 20 میلیون پولش رفته، من عذرخواهی میکنم. اگر که رنگ مدالم خوشحالتون نکرد، اگر این افتخار براتون مفید نبود، من شخصا عذرخواهی میکنم. هادی چوپان کسی که منت هیچ شخصی به کولش نیست و هیچ شخصی تا به امروز نمیتونه منت روی کول هادی چوپان بذاره که هادی چوپان با سرمایه این شرکت، با سرمایه اون منطور یا با سرمایه این به قول معروف ارگان توی مسابقه به افتخار رسیده. من کاری ندارم. خب اینکه ایشون داره این حرفا رو میزنه، خب خیلی خوبه که عذرخواهی کرد. ولی اینکه صرفا یه موزیک احساسی بذاریم بعد بگیم که مثلا ما هدفمون این نبوده. خب آیه چوپان اگه هدفت این نبوده بیشتر تحقیق میکردی. چطور ما مثلا از آقای میلاد نوری، از آقای حالا باز بیشتر جادی، من میلاد نوری رو کمتر بررسی میکنم، نمیدونم الان چجوریه، تا جایی که من ایشون رو دنبال میکردم آگاه رسانی درست حسابی میکرد، آدم درست حسابی حوزه تکنولوژی بود، آدم بود که حرف مردم رو میزد. یا آقای خود جادی، خب خود محمد رضا شعبان علی. من وقتی اینا رو نگاه میکنم کنار هم دیگه میذارم نمیفهمم. خب آقای چوپان به قول خودت آقا هزینه دیگه ورزش تو که خیلی بیشتره. خب اگر برای پول نکردی برای چه کاری کردی؟ خب اینا سواله دیگه آقا، اینا سواله. من سوال دارم، اگه برای پول نبوده برای چی بوده؟ شما به من بگید، من آدم جوون، آگاه، نادان، شما به من بگید اگر برای پول نبوده برای چی بوده؟ چرا شما یه 2000 تحقیق نکردی بیشتر؟ خود همین آقای معین فرجی که تبلیغ موبایل موسوی رو کرد که اونم کلاهبرداری کرد سر مردم. معین فرجی موبایل موسوی. پرونده به کجا رسید؟ هنوزم من دارم اون گروهشونو که به نتیجه نرسیدن شاکیاشون. باکس S22 اولترا ما اینجا زحمت کشیدن ان شاءالله که به خوشی و سلامتی. آقا چی بود گفتی که سامسونگ بهتر تو من منظور اون کسایی که میخوان از اپلیکیشن ها استفاده کنن برای حالا ادیت و فلان اینا، که اندروید ها دست آدم بازتره نسبت به، ولی دوربین واسه تولید محتوا آیفون خیلی بهتره. ما اینجا مبارکت باشه ان شاءالله که با این استوری دوباره بیشتر بذاری. به امید خدا، به امید خدا. دوربین داره، حالا عکساشو میگیریم، با این عکس میگیریم واسهتون میذاریم. مبارکت باشه، مبارکت باشه.
من چی بگم دیگه؟ من دیگه اسم اینو چی میتونم بذارم؟ بگم حماقت، بگم چی واقعا که درخور این واقعا کارای ماها باشه که یک کسی رو انقدر گنده و بوت میکنه نه هیچی راجبش نگو فلانی میدونی کیه این همه آدم ها رو بوت کردیم تهش چی شد؟ تجربه تاریخی ما چی میگه؟ این همه آدم ها رو بوت کردیم و نقد رو ازشون گرفتیم چی شد؟ ما نمیگیم آقا طرف رو انقدر تخریب کن که ببر تو چاه، نمیگیم انقدر ببرش بالا که دیگه تورم که طرفدارشی که تو اصلا کمکش کردی بیاد بالا رو هم دیگه نشناسه. هر چی سر جای خودش قشنگه. آدم ها رو تا اعتدال و میانه حساب کردن قشنگه. گرد کسی بسیار گردی اگرچه بس عزیزی خار گردی. اینا شعرهای ما بودن که اومدن همچین چیزایی رو گفتن. اینا حرفای من نقدآموز نیست. اینا صحبتایی که شما میتونید ببینید وقتی میرید سراغ ادبیاتتون، میرید سراغ تجربه تاریخی چه کشور خودمون چه کشور مختلف، بینه میبینید که تعصب و عدم تفکر انتقادی چیکار کرده. تو رو خدا یه ذره حواستون بیشتر باشه به این موضوع. این پسر روزی 10 بار پیجمو چک میکنه، این یکی هم روزی 23 بار. دختر سارا روزی 17 بار منو چک میکنه. چجوری میفهمی توی اینستا که چکت کرده؟ معین فرجی دیگه یه پست گذاشته توی پیجش این ترفندو یاد میده. تازه کلی ترفند بالا دیگه راجع به اینستاگرام و افزایش فالوور تو اینستا و بلاگری و آره همینا رو یاد بده. واسه پیجش یاد بگیر. بابا تو هم یعنی چجوری مچ طرفو بگیریم شده تبلیغ محتوای مدرسای ما. به طور بگم به ظاهر مدرسای ما. چه وضعشه؟ 4-5 میلیون تومان ماه روزی. 4-5 میلیون تومان روزی. همشون گرم. پیش جانشون دوباره وجودشون منم میتونم. 4-5 میلیون تومان ماه روزی. مرگشون بشه، زهر مارشون بشه، توفتشون بشه که انقدر در میاد. مگه جای تو رو تنگ کردم؟ به جای این کارو برو استوری بعدی رو ببین یاد میگیری باید چیکار کنی. بچه‌ها استوری قبلی رو که دیدید اون یکی از سرفندای نمیفهمم یعنی این همه تبلیغات آخرش به کجا رسید؟ اینم شیوه تبلیغاته. این شیوه که آقای شعبان علی هم میگه شیوه تبلیغات. اینجا جاییه که حالا ازش میپرسن و یه ویدیو هم که هیچ منبع نداره. اگه به کلاشت اینطوری پیام بدی مجبور میشه جوابتو بده. ببین الان هزار اینم که تبلیغ یزدان همون که آقای فرجی کسی دنبالش کرده بود و باشون همکاری می‌کردن یه مدتی، الان نمیدونم. آقا چند وقت پیش راجع به دوره‌های جدید بعضی از اساتید گفتم که چیز جدیدی نداره. مگه این اینستاگرام چقدر تغییر کرده که بخوان یه دوره جامع و متفاوت به نسبت دوره‌های قبلشون بیان تهیه کنن و با قیمت گزاف میلیونی بفروشن. خیلی از شما عزیزان انگ خراب کردن بقیه رو به ما زدین، ولی استوری بعدو نگاه کنین که بهتون ثابت بشه این دوره جدید استاد فرجی هیچ چیز جدیدی نداره. البته فقط اون دسته از بچه‌ها اینو متوجه میشن که دوره‌های قبلی معین فرجی رو دیدن، مثل دوره استوری پلاس، انفجار اکسپلور، نمیدونم دوره‌های قبلی شد. همه رو اومده در قالب یه دوره داره بهتون میفروشه. خب این تیتر دوره انباکس پلاس استاده. این قسمت اولش مربوط به دوره انفجار اکسپلوره. این قسمت من نمیتونم زوم کنم بچه‌ها، فقط براتون میخونم. یوزرنیم، عکس پروفایل، تیم، بیوگرافی، هایلایت، کاور پست، آموزش ساخت کاور، هایلایت، آموزش ساخت کاور پست، چرخه روش در اینستاگرام. این مقدمه اون اینباکس. قسمت دوم دوره استوری پلاسه. این قسمت سوم و این قسمت بالایی مال دوره انفجار اکسپلوره. این پایینم مال انفجار اکسپلوره. این قسمت وسطی اینجا مال انباکس قبلیه. یعنی تمام دوره هاشو داره در قالب یه دوره دوباره بهتون میفروشه. هیچ چیز جدیدی نداره. سعی کنیم اینو بفهمید. یعنی ایشون یکی از کسایی بود که دوره های فرجی رو گرفته بود و اومد گفت آقا ایشون دوره هایی که داره میذاره تکرار همون چیزای سابقه، چیز جدیدی ارائه نمیده. یعنی بابت چیزی که قبلا گفته تو دورش دوباره داره پول میگیره از شما. من با عقل خودم نه شرعی نه منطقی هیچ توجیهی برای این قضیه پیدا نمیکنم. شما رو نمیدونم. هم که دیالوگمون ادامه دار باشه، همین بحث یادگیری هستش. خب خیلی چیزای مختلفی رفتی و یاد گرفتی، رو دوست داشتی رفتی یاد گرفتی. خودت اون الگوریتم و مسیر یادگیری چجوری بوده برات؟ بیشتر برای افرادی که دوست دارن سلف لرنینگ داشته باشن، برن دنبال علاقهشون و مسیر رو ادامه بدن، گم نکنن مسیر رو، میپرسن. در این مورد به نظرم یه خورده سخته. این تجربیات فردی رو که نمیشه فرمول کرد. که از مشکلات فعلی جهان همینه. هر کی یک تجربه فردی موفق داره، بعد می‌نویسه همتون اینجوری برید موفق بشید. تجربه فردی رو نمیشه تعمین داد. دوست عزیز دل، تجربه فردی صرفاً اینه که تجربه فردیه، شاید روی شما و امثال شما کار بکنه، اما روی داداش دوقلوت یا خواهر دوقلوت لزوما کار نمیکنه. وای به حال یک کسی دیگه‌ای که همزادت هم نیست، کنارت هم نیست، همخون تو هم نیست. با یه روش همتون پولدار شید، موفق شید، بیاید بیرون از این فضاها.
احتمالاً من انقدر فاکتورهای ریزی توش بوده که اونها هم موثره اگر موفق باشن. نظرم یه مفهوم خیلی کلیه. من نمی‌دونم برای بقیه نسخه بپیچم. اتفاقا کسی میتونه نسخه بپیچه که بره 20 نفر آدمی که تو برنامه‌نویسی پیشرفت کردن رو نگاه کنه ببینه اونها چیکار کردن. اینکه مثلا من الان بگم حالا من با دوچرخه رفت آمد می‌کنم، درست می‌گم فاکتورش ماشین لرنینگ که خودتون بلدین، البته دارین نتیجه اینه. در نهایت اما ببینید کدوم فاکتور موثر اصلیه من نمیتونم بگم. ولی شیوه شخصی من اینه که من آدم کنجکاویم. یک دقت کنید ایشون هم داره پول در میاره ها، دوره هم داره، منتها ایشون اومده حتی دوره هاش هم رایگان کرده، یکی از بنامای برنامه‌نویسی ایران ایشون. و من نمیفهمم واقعا که اگر به این آدم ها که امثال جادی هستن بعد بگیم آدم حسابی، به خاطر اینکه پولشون و درآمدشون رو بردن یه جای دیگه که ربطی به مخاطب نداره، با مخاطب، با انرژیش، با سلامت روانش در ارتباط نیست و دارن ارزش آفرینی صرف میکنن برای مخاطب، پول رو یه جای دیگه در میارن و درست هم در میارن. کجا؟ و این مدرسایی که داریم میبینیم کجا؟ هر بزرگتری بزرگ نیست. اینکه طرف صرفاً فالوورش زیاده، سابش بالاست، لزوما آدم محترم و مهمی نیست. دوستان زمان بذارید. ما یه لغتی داشتم، تایم کشش، که شما چقدر طول میکشه یه فیلمو دیدی میخوای نگاه بکنی، همون اولش شاید نتونی نگاه بکنی، جذبش نشی، یا سریالو یکم که میگذره احتمالاً جذبش بشی، ولی اون تایمر رو بعد، اون تایمی که شما علاقه‌مند بشی و دنبال این بیفتی که فیلم رو ادامه بدی، محتوا رو ادامه بدی، بهش میگن تایم کشش. اون تایمر رو باید بذاری، نذاری اون زهر ماره رو وقتی سرما میخوری باید بخوری، وگرنه گلوت خوب نمیشه. یه دوره‌ای رو شما باید سختی بکشی که اون اتفاق بیفته. یه چیزی باید فدا بشه این وسط دیگه. نمیشه که هر کی هر جوری که. ایشون هم اومدن راجع به یکی از در واقع افرادی که توی اینستا اومدن نظر گذاشتن، من چون قبلا پیج داشتم، یکی از پست‌ها اومدن کامنت گذاشتن که این ساعت جواب نمیده. منم امتحان کردم ساعتایی که ایشون آقای فرجی و امثالشون میگفتن، مثل چرچیل و حالا مدرسای دیگه، اون شخصیت تاریخی چرچیل رو نمیگم، یه شخصیت دیگه است که تو اینستاگرام آموزش میدن. این تا اینجا. من بچه عذرخواهی میکنم از اینکه اطلاعاتی از پراکنده است. حقیقتش یک سری دیتا هام پاک شدن و اطلاعاتمون، و من پیج داشتم، پیجو پاک کردم، پیجمون خراب کردم، در واقع کلی ریپورت و اینها. من مجبور شدم که پیجو پاک کنم، صرفه‌ای نداشت برام ادامه دادن و برای همین اصلا من داخل یوتیوب. سر همین ماجرا اگر اطلاعات پراکنده است عذرخواهی میکنم، ممنون میشم اگر تا اینجا مفید بوده براتون، ویدیو حال کردین، با چیزی واقعا بهتون اضافه کرده، لایک کنین، کامنت بذارین. اگه نه لایک کنین، نه کامنت بذارین، نه واچ تایم بذارین. من دنبال ویو مفتی نیستم. آدمیم که واقعا من پیرم در اومد، یعنی تو این مدت شاید یه روزی اومدم گفتم واقعا چیا کشیدم من تو این قضیه، چون خیلی من اذیت شدم تو این فضا، تهدیدا، خودم شرایط اقتصادی، خیلی چیزا مانعی هست. همین الانش هم حتی که من این فعالیت ادامه ندم، اما خب حمایت‌های شما، چه مالی چه غیر مالیش که میشه، همین لایک و کامنت و انرژی که میدید و شیر میکنید برای بقیه، برای من کلی ارزشه. خوشحالم میکنید اگر از همین لینک پایین که گذاشتم توی کامنت ها منو حمایت بکنید، هم از طریق ارز، هم از طریق توکن و ارز دیجیتال، و هم از طریق ریالی و تومانی میتونید حمایت هم بکنید و دلیلیه برای ادامه من و قوی شدنمون به امید خدا. الان نظری که بچه‌هایی رو میخوام نشون بدم که توی دوره‌های حضوری ایشون شرکت کرد و متضرر شد شدیداً، و آقای فرجی ظاهراً جوری که ایشون میگن بی تفاوت بود و جوابشون رو نه تنها نداد و خسارت رو بهشون برنگردون و عهد شکنی کرد، بلکه میگم خیلی هم بد صحبت کردن با ایشون. حالا در ادامه میذارم.